در شهری زیبا منظری دو برادر زندگی می کردند. برادر کلانی قاسم بوی خسیس با همسرش فاطمه و برادر خردی علی بابای کمبغل با همسرش زینب. قاسم سوداگری می کرد و بای و دولت بود، اما به برادر کمبغلش علی بابا دست یاری دراز نمی کرد. علی بابای بیچاره از کوه و بیشزارها هیزم جمع می کرد، آن را می فروخت و با پول آن روزگارش را تأمین می کرد. روزی علی بابا به جنگل آمد و آواره هیزم چینی بود که ناگاه صدای شنید. صدای هیاهو و سم اسبان اطراف را به لرزه آورد. او دید که 40 راهزنی سراپا مسلح به سوی او اسب دوانده می آیند. او زود به شاخ درختی برآمد و در میان برگ های انبوه پنهان شد. راهزنها از اسب ها پیاده شده راهزنی یک چشمه ریش کلان که سروری آنها بود داد زد: سیم سیم، در را گشا. همان زمان دری پدید آمد و گشاده شد. راهزنها با زین پایه ها به تهخانه فرآمده غایب شدند. راهزنها غنیمتی آوردهشان را در تهخانه گذاشته باز به اسبهایشان سوار شده همان طوری که ناگهان پیدا شده بودند ناگهان غیب زدند. علی بابا به نزد همان دری ناعیان آمد. خیلی میخواست ببیند که در داخل این در چیست. سیم سیم، در را گشا، صدا داد او. همان زمان در گشاده شد و علی بابا با زینه ها به تهخانه فرآمد. این گونه خزینه را او در خواب شبش هم ندیده بود. خمهای پر از طلا و نقره، سنگهای قیمت بها و کوزه و طبقهای نقرگین و الماسین، زمرد و کهربا. علی بابا 2 خلطه خالی یافت و آنها را از طلا پر کرده به نزد در آمد. سیم سیم، در را گشا، صدا داد او. در گشاده شد و علی بابا خلطه ها را به مرکب هایش بار کرده با هیزم روی خلطه ها را پوشاند و به خانه اش رفت. در خانه علی بابا قصه طلاها را به زینب نقل کرد. آنها تصمیم گرفتند که این سر را به کسی نمی گویند تا که به گوش راهزنها نرسد. علی بابا خیلی دلسوز بود. او به کمبغلان گرد و اطراف یاری می رساند، به آنها پول و آذوقه می داد. آنها می پرسیدند که این همه بایگری از کجاست؟ علی بابا جواب می داد که از پدرش میراث مانده است. قاسم زیرک پی برد که علی بابا مثل پیشینه قشاق نیست. از خانه‌اش بوی طعام‌های با لذت پهن می شود. سر و لباسش هم خوب و دیدنی. از کجا این بایگری به خود حیران می شد. قاسم او طاقت کردن نتوانست و به خانه علی بابا آمد. برادر جان، تو مثل پیشینه کمبغل نیستی؟ مثل پادشاهان دولت و سولت میکنی. من برادرت میشوم، تو به برادری بیچارت یاری نمیدهی. من میروم و به قاضی شکایت میکنم. اگر از پدرم بایگری مانده باشد من هم حق دارم. علی بابا ناعلاج
به قاسم سر را آشکار کرد. چشمان قاسم از خرسندی برق می زدند. کلمه های سحرناک را فراموش نکن، سیم سیم در را کشا، گفت علی بابا. سیم سیم این یک رستنی است، فراموش نمی کنم، جواب داد قاسم. روزی دیگر قاسم به 50 مرکب 100 خلطه بار کرد و به غار رفت. از دیدن زر و زیور چشمان قاسم از کاسه خانه‌شان بیرون برآمدند. تیلا تیلا، از آن من، همه‌اش از آن من، دیوانه‌وار فریاد میکرد و خرسندی میکرد. قاسم او 100 خلطه را از طلا و تنگه پر کرد و به نزد در آمد. همین وقت حس کرد که کلمه های سحرناک را فراموش کرده است. قاسم را واهمه فرا گرفت. همین زمان راهزنها آمدنشان ممکن. او میدانست که نام کیم کدام رستنی بود، اما به یاد آورده نمیتوانست. کدام رستنی بود؟ جو در را کشا، گندم در را کشا، نخود در را کشا. اما در کشاده نمیشد. همین وقت در کشاده شد و راهزنها به غار در آمدند. راهزنی یک چشمه شمشیر خیش را بیرون آورد و سر قاسم را از تن جدا کرد. جسد قاسم را راهزنها در همان غار پرتافتند و پی کار خیش رفتند. فاطمه تمام شب انتظار قاسم می نشست. چون سحر از او درکی نشد، او به نزد علی بابا آمد و هرچی گذشته بود با او نقل کرد. علی بابا به غار آمد و خلطه های پرزر و جسدی بیجان قاسم را یافت و دانست که کاری کیست. جسد قاسم را دفن کردند و به همسایه ها گفتند که او را در جنگل گرگ ها کشتند. فاطمه اکنون با علی بابا و زینب زندگی میکرد. راهزنها چون دیدند که جسد قاسم غیب زده است، به جستجوی نفری افتادند که از سر آنها آگاه است. سرداری راهزنها لباس درویشی پوشیده به شهر برآمد و در میان مردم پرسجو میکرد که به نزدیکی کی را جنازه کردند. آدمان خانه علی بابا را به او نشان داده گفتند که در اینجا علی بابا زندگی میکند و چند روز پیش برادری او را در بیشه گرگ ها کشتند. در شهرتان یگان آدمی کمبغلی هست که ثروتمند شده باشد؟ پرسید سرداری راهزنها. این گونه آدمان سخی و دستگشاد می آیند. می خواهم در خانه او خوراک تناول کنم. این همان علی بابا است، گفتند آدمان. به همه کمک می کند، آدمی دلسوز است. راهزن در دروازه علی بابا صورت صلیب کشید و به نزد راهزنهایش برگشت. در همین وقت فاطمه به بیرون برآمد و اشاره شرطی راهزن را دید. عجیب، حیران شد او. کسی بیهوده اشاره نمیگذارد. او تمام درهای محله را چرخ زد و همین اشاره را گذاشت. شبانه راهزنها به همان محله آمدند. آنها اشاره شرطی را می جستند. اما عجیبش این بود که چنین اشاره در تمام درهای خانه ها موجود بود. راهزنها غضبناک به جنگل برگشتند. روز دیگر
باز سردار راهزنها به خانه علی بابا آمد و جای و مکان او را خوب به خاطر گرفت. به بازار رفت و چیل خومی کلان خرید و 20 مرکب بار کرد. راهزنهایش را به کوزه های کلان جای داد و تاکید کرد که تا اشاره شرطی او را منتظر شده خاموش نشینند. شبانه او با سر و لباس سوداگری به خانه علی بابا آمد. شام بخیر، من سوداگر از راه دور آمدم. آیا می توانم شب را در خانه شما روز کنم؟ پرسید او از علی بابا. مهمان عطای خدا، بفرمایید به خانه درآیید. او را به خانه‌اش خواند. علی بابا: فاطمه، برای ما خوراک تیار بکن. فاطمه خوراک پختنی شد و دید که روغن تمام شده است. شبانه از کجا روغن گیرم؟ حیران شد و به خاطرش آمد که مهمان روغن فروش است. از او میگیرم و پگاه بر میگردانم. فاطمه به کوزه نزدیک شد و از داخل کوزه صدای بیرون آمد. سردار، این تویی؟ وقت رسید. فاطمه جسور زود فهمید که گپ در کجاست. آوازش را تغییر داد و گفت: این من. منتظر شدید، حالا وقت نیست. فاطمه به سر هر کوزه‌ای می رفت و این سخنها را تکرار می کرد. سپس او به نزد سربازان محافظ شهر آمد و واقعه را نقل کرد. سربازان راهزنها را دستگیر کردند. علی بابا و فاطمه باشند با زینب شاد و خرسند به زندگی خویش ادامه دادند.